در ادامه دادگاه نماینده دادستان شروع به تفهیم اتهام کرد و گفت در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی آقای حسین هدایتی 2 لابی در پوشش 8 فقره شرکت‌های سوری به نام طراحی پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاویدگشت هیرمند، جاویدگشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است. وی ادامه داد تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیرقانونی از بانک محرز است. نماینده دادستان تهران گفت اقدامات متهم ردیف دوم سید مهدی موسی‌نژاد در فرایند دریافت تسهیلات مؤثر بوده است، به طوری که در سال 92 با هدایتی آشنا شده و زمین‌هایی با بنای نیم ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده است. وی افزود این زمین‌ها توسط 2 کارشناس مختلف دادگستری به قیمت 13 برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و به توقیف بانک درآمده است. این زمین‌ها که با جرأت می‌توان آن را املاک بیابانی نامید، جهت گرفتن تسهیلات کلان استفاده شده است. نماینده دادستان تاکید کرد موسی‌نژاد از طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران ارشد بانکی در ویلای شخصی خود مصوبات بانکی را پیش از تایید دریافت کرده. این مصوبات ناظر بر تحصیلات و همچنین املاک موضوع وثیقه را به آقای هدایتی واگذار کرده که 93 میلیارد تومان بابت دستمزد از آقای هدایتی دریافت شده است که مبلغ مذکور از محل تسهیلات به آقای موسی‌نژاد پرداخت شده. نماینده دادستان ادامه داد آقای حسین هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به 2 نفر پرداخت کرده است. متهمان از طریق امضای صورت جلسات و عدم اخذ وثایق کافی نقش موثری در خروج مبالغ مذکور توسط حسین هدایتی داشتند. آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش داشتند. وی افزود مشخص شد که شرکت‌های سوری فوق‌الذکر فاقد فعالیت عملی بوده و شرکت‌های مذکور در ازای دریافت مبلغی حدود 10 میلیارد تومان توسط آقای علی اکبر یقینی به آقای هدایتی واگذار شده است. مدیران عامل بی‌بضاعت شرکت‌ها پس از حضور در شعب بانک و اخذ دست چک این چک‌ها را به صورت سفید امضا در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دادند تا آقای هدایتی با مبالغ دلخواه به خارج کردن تسهیلات اقدام کند. به گفته نماینده دادستان، پرویز کاظمی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک سرمایه قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیلازین ایرانیان بوده است. ضیایی هم در بانک و هم در صندوق ذخیره مبالغ هنگفتی در اختیار هدایتی قرار داده است. جهت پاداش به عنوان مدیرعامل کارخانه لوله و نورد انتخاب می شود و مبالغ هنگفتی نیز از سوی هدایتی به یاسر ضیایی جهت حسن انجام خدمات پرداخت شده است. یاسر ضیایی امتیازات و مبالغ اخذ شده از هدایتی را غالباً از طریق راننده‌اش به نام امیر تولی اخذ کرده. هدایتی 1500 میلیارد بدهی دارد و مصداق اخلال در نظام اقتصادی است. وی ادامه داد هدایتی به لحاظ تأخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون 1500 میلیارد تومان تسهیلات و سود آن را بدهکار است که با تشخیص مقام قضایی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور را دریافت کرده. شرکت طراحی پویان پاسارگاد قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ 70 میلیارد تومان دارد که شرکت ظلم